عملیات آخوندک. اواخر جنگ ایران و عراق تو سال 1367 نیروی دریایی آمریکا تو تلافی برخورد مین دریایی رها شده از کشتی مینگذار ایران اجر به ناوچه آمریکایی ساموئل بی رابرتس به 2 سکوی نفتی ایران حمله میکنه. این عملیات بزرگترین درگیری آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم بود. عملیات آخوندک تقریبا نیروی دریایی ایران که تو اون زمان مهمترین نیروی دریایی خلیج فارس بود رو در عرض چند ساعت از بین برد. تو این درگیری ایران 2 ناوچه سحن و سبلان و ناو جوشن رو که مهمترین دارایی‌های نیروی دریاییش بود رو از دست داد. چند ماه بعد که هنوزم تنش بین 2 کشور بالا بود، هواپیمای مسافربری 655 ایران ایر که به مقصد امارات در حال پرواز بود، توسط ناو جنگی وینسنس آمریکا که برای گشت زنی به آبهای خلیج فارس اومده بود، با 2 موشک استاندارد منهدم میکنه و همه 290 خدمه و مسافر جون خودشون رو از دست میدن.